السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برادر عزیز تماشابینا، این قبرستان بقیع جایی که صحابه ها. السلام عليكم ورحمة الله. عندي سؤال، هنا كم تقريبا من الصحابة؟ الله أعلم 10,000. 10. سبحان الله. والبقية في أنحاء العالم؟ بقية في المدينة ما في أنحاء العالم. لا بقية الصحابة أقول في بقية في أنحاء العالم. هذا لا ما أنا أستشياء سوريا. أنا اینجا 10,000 اون نمیدونم شنیدم گفتم که کوست ها 10,000 ای گفتم که اون قولی دیگه کم 10,000 ای ما میخوام بفهمم بخونی که اختی بفهمیم یعنی چه خیلی ها اینجا 10,000 صحابه به قوله الله اعلم. صحابه خودشو وقتی فتح مکه 10,000 بودن. وقتی فتح مکه شد کو 10,000 حجت الوداع عنده 100,000 ها بعد به قول 10 تا بدن هکنی که 10,000 اگر در همه جا باشه، چی با جهاد در شهید چی دا باشه، چی با مرگی مثال چی باشه الهی باشه، اگه 100,000 همه در گرد جهان است. اگه ای چی میفهمی؟ ای میفهمی که صحابه اگر میشیشتن دین به ما را نمی اومد، رفتن در دیگه جا وفات کردن. طرف افغانستان و طرف دعوات كان. و دعوت فی سبیل الله که برمدن رفتن در هر جا وفات کردن. جنگ مقصد جنگ یک خدا میگه در همه جا اگر وفات کنی روز قیامت بیگناه میشه. نه او تمام صحابه نمیرفتن. هیچ کنه نمیجم نمیجم. اینجا عمل خوب داشته باشی، آدمی نیک باشی، بعد در اینجا وفات کنی و گورد کنن یک منفعت هسته. نباشه اگر با بوی بقیع نمیکنی. تمام بده. خیلی الله متعال در قرآن میگه که و ان سعیه سوف یرى بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هر کس همون کوششی که در دنیا کرده است همون نمیبینه. هیچ کس با بوی پدر، با بوی فرزند، با بوی صدقه نمیشوه. هر کس کوشش میکنه. و ان سعیه سوف یرى. اینا همون قایم میکنن که معلوم شوه که قبره بولوش نمیکنه. بعد اینا این آزی همون قبر رو همون سنگ میمونن که نمایان باشه، فهمی که مثل چیه قبرستان. دنیا دو وجب زمین میبره. بله و همون شیخ اگر امکانیت باشه همون شعر یک زمزمه میکنی، همون رفتم به سری تربت محمود غنی، گفتم چی برده ایزی دنیای دنی، گفتا 3 گز زمین و 10 گز کرباس، تو هم همین بری اگر 100 چومن. اگر تو بگر رنگی من هم باشه همون رو میبری. تکیه مکن بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو آورده کشت. همچنین خداوند میاره و میبرم اونم یک شعر داناتی بوی میگفت، چون میگفت کو کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. کوان میگه همون هر سش کوزخر نیست برفت است، کوزه راسکن هم برفت است، کوزه فروش هم برفت است. کوان میگه کوزه موندگی و برفت است. بعد یک شعر دیگه بکو در میگه ای برادر خاک پایت ای برادر خاک پایت توتیا، در تو ما را دوست میداری بیا، اعتقاد ما و تو در زندگی بعد مردن خواب بیایی. یعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر کدام دفتر است از معرفت کردگار. برای خدا را شناختن همین برگ درخت هم برای آدم عاقل باشه همین نشانه میده که بهار مخچم میشوه، مشکفه تیرما خزان میشوه، میریزه. انسان هم عمر انسان هم خیلی یک بهار تا تیرما چی داری؟ سبحان الله. 60-70 سال عمر داری. سبحان الله. جزاکم الله خیرا. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و میگه که الا و نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره. میگه من شما را نه کامه. در اول اسلام بسیار قبر پرستی بود، من شو میکرد. بعد اخیر بود که الا زوروها فانها تذکر الاخره.
زیارت کنه قبر را که باید میره آخرت اکینا حاج کریم جان رفت، حاج طالب رفت، حاج محمد جان رفت، همه برفت و این اکنون نوبت ما هست. باور کن این همی مردم همینجا آرزو داشتند میسورن ما کار میکن خونه بخریم ماشین بخریم فرزندان و بچه‌ها را زمتیم نوسدار شیم نوسهام و بینیم ای تکنیم او تکنیم لیکن فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحان الله. اومد دیگه یگان سکون چگم رسی میشه یگان دقیقه هم یگان ثانیه هم چی نمیشه. سبحان الله سبحان الله نه سبحان الله. در قبرستان استحباب داره که طلب استغفار کنی برای اهل میت یعنی السلام عليكم أهل الديار اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة آمين. ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ثبتهم بالقول الثابت عند سؤال الملك. اللهم ثقل موازينهم. اللهم حبب إليهم. اللهم ثبت موازينهم. اللهم ثبتهم على الصراط يوم صراط تزل المستقيم. الأقدام. تزل الأقدام. أيوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نمشي إلى آمين. مرقد العثمان. سبحان الله.